در تاریخ ناگفته های ایران زنان زیادی هستند که به دنیا اومدن تا پشت درهای بسته حرمسراها زندگی کنن و به عقد مردی در بیان و پشت همون درهای بسته بمیرن بدون اینکه کسی حتی نام اونا رو بدونه. اما همه این زنها این مرز تولد تا مرگ رو بدون تأثیرگذاری در روند تاریخ طی نمی‌کردند. یکی از این زنان تاج الملوک ملقب به ام خاقانه. او دختر امیرکبیر و عزت‌الدوله خواهر ناصرالدین شاه و از سمت مادری نوه مهداولیا یکی از قدرتمندترین زنان تاریخ معاصر بوده. اون چه اون رو مشهور میکنه گزارشایی که در روزنامه‌های دوران مشروطه نوشته شده و به اون نسبت‌های غیر اخلاقی داده شده. شاید هیچ زنی به اندازه ام خاقان نباشه که به صراحت در روزنامه‌ها متهم به خیانت شده و این حملات به جایی رسیده بوده که فرزندش محمد علی شاه رو حاصل رابطه نامشروع او میدونستن. تاج الملوک نخستین فرزند مشترک امیرکبیر و عزت‌الدوله در سال 1227 به دنیا آمد. مادرش عزت‌الدوله خواهر ناصرالدین شاه بود که پس از انتساب میرزا تقی‌خان امیرکبیر به صدارت به عقد او در اومد. تاج الملوک هنوز به سن 3 سالگی نرسیده بود که بر اثر اختلاف میان پدر و مادر بزرگش مهداولیا پدرش عزل و به کاشان تبعید شد. ناصرالدین شاه از خواهرش عزت‌الدوله خواست که با 2 دخترش در تهران بمونه، ولی عزت‌الدوله حاضر نشد همسرش رو تنها بذاره تا هر بلایی میخوان سرش بیارن. بعد از 54 روز از حضور امیرکبیر در کاشان حکم مرگش از جانب شاه به تاریخ 20 دی 1230 اجرا شد و امیر کشته شد. عزت‌الدوله با کودکانش به تهران برگشت و فوراً به نزد ناصرالدین شاه رفت و آتش نفرتش نسبت به مادر و برادرش را از همونجا آغاز کرد. ناصرالدین شاه به خواست مادر به خواهر عزادار و عصبانی خود دستور داد تا با میرزا کاظم فرزند میرزا آقاخان نوری ازدواج بکنه. ازدواجی که خشم عزت‌الدوله و دخترانش رو به شاه بیشتر کرد. اما مهداولیا به این نیز بسنده نکرد و سرپرستی 2 دختر عزت‌الدوله رو به عهده گرفت و اونها رو به خونه همسر جدیدش نفرستاد. تاج الملوک و خواهرش همدم الملوک هرچه بزرگتر می شدن خشمشون نسبت به مادر بزرگشون و ناصرالدین شاه بیشتر می شد. زندگی در کنار کسانی که دستور قتل پدرشون را داده بودن شاید سخت‌ترین بخش زندگی این 2 دختر بود. این نفرت به جایی رسیده بود که هر 2 دختر امیرکبیر بی‌پروا ناصرالدین شاه رو قاتل پدرشون خطاب می‌کردند. تاج الملوک تا 12 سالگی زیر دست مهداولیا بزرگ شد و شاهد این بود که مادرش به عنوان اسباب وزارت از خانه این صدر اعظم به خانه صدر اعظم بعدی میرفت. او هرچه بزرگتر میشد به وضعیتی که برای پدرش پیش آمده بود بیشتر اعتراض میکرد. اعتراضهایی که البته باعث نشد مهداولیا سرنوشت دیگری براش در نظر بگیره. در نهایت مهداولیا و ناصرالدین شاه تصمیم گرفتند تاج الملوک رو به عقد مظفرالدین شاه که در اون زمان ولیعهد بود در بیارن. تاج الملوک در هنگام ازدواج 6 سال بزرگتر از مظفرالدین شاه بود و پس از عقد پیش مهداولیا موند و مظفرالدین شاه که حاکم وقت تبریز بود به تبریز رفت و 2 سالی از همدیگر دور ماندند. در نهایت در سال 1246 شمسی در مراسم جشن مفصلی که 7 شبانه روز طول کشید راهی حرم ولیعهد شد و زندگی مشترکشون آغاز شد. حاصل این ازدواج 3 فرزند با نامهای محمد علی میرزا یا همون محمد علی شاه آینده، احمد میرزا و عزت‌السلطنه بود. پس از به دنیا آمدن محمد علی میرزا تاج الملوک به ام خاقان شهرت پیدا کرد. تاج الملوک هیچ وقت با مظفرالدین شاه با روی خوش برخورد نکرد. میان او و مظفرالدین شاه اختلافات جدی وجود داشت، اختلافایی که عده‌ای علت اون رو حس انتقامی میدونن که تاج الملوک از خاندان مادری خود بابت کشته شدن پدرش داشت. اما برخی دیگر هم مانند یحیی دولت‌آبادی معتقدند تاج الملوک معلوم الحال بوده و به مظفرالدین شاه وفادار نبوده. برخی منابع ناتوانی جنسی مظفرالدین شاه رو در بروز این اختلافات مؤثر میدونن. اون چه به این موضوع دامن میزنه زمان طولانی 9 سال تا تولد نخستین فرزند مظفرالدین شاه از این ازدواج بود. پس از مرگ مهداولیا اختلافات مظفرالدین شاه و تاج الملوک بالا گرفت و با ورود شکوه السلطنه مادر مظفرالدین شاه به اختلافات آتش اختلافات شدیدتر شد و کار به جایی رسید که مظفرالدین شاه که در اون زمان ولیعهد بود نامه‌ای به ناصرالدین شاه در تهران نوشت و اختلافات رو گزارش کرد و تقاضای حل و فصل کردن مسئله رو داشت.
ناصرالدین شاه هم به شکوه السلطنه مادر مظفرالدین شاه نامه‌ای نوشت و از او خواست تا پادرمیونی بکنه. ولی شکوه السلطنه تمایلی به آرام کردن اوضاع نداشت و دوست داشت این رابطه پایان پیدا بکنه. همین موضوع هم اتفاق افتاد و با زیرکی‌های شکوه السلطنه مظفرالدین شاه و همسرش به تهران اومدن و طلاق تاج الملوک گرفته شد. با اطلاع عزت‌الدوله مادرش از ماجرای طلاق، او اعتراضش رو به شاه در خصوص ظلمی که به دخترش شده اعلام کرد. اعتراض عزت‌الدوله تنها باعث شد فرزندان تاج الملوک تا پیش از ازدواج مجدد پیش او بمانند و جلوی حکم طلاق رو نگرفت. در تاریخ ایران اگر یک شاه باشد که به صراحت در زمان پادشاهیش به مادرش نسبت فساد بسته باشند، محمدعلی شاه قاجاره. او که تا 2 سال بعد از طلاق مادر و پدرش در تهران پیش مادرش تاج الملوک ماند، با ازدواج دوباره مادر مجبور به ترک او شد. با آنکه تاج الملوک به دلیل 2 ازدواج پی در پی از فرزندانش دور می شود، اما ارتباط او با محمدعلی شاه حتی بعد از آنکه مظفرالدین شاه تاجگذاری میکنه و او به عنوان ولیعهد به تبریز میره کم نمیشه. این رابطه اونقدر تنگاتنگ بود که زمینه حمله های زیادی که در آینده نسبت به تاج الملوک میشه رو فراهم میکنه. با آغاز مشروطه تاج الملوک پیش محمدعلی شاه و همسرش ملکه جهان میره و از اونجا اتفاقاتی که در تهران و تبریز رخ میده رو نظاره میکنه. در حالی که هیچ جایی نامی از او به میان نمیاد، به یک باره بعد از به سلطنت رسیدن محمدعلی شاه هدف گلوله برخی از روزنامه‌های مشروطه خواه میشه. حتی روزنامه‌ها پا را فراتر از دایره اخلاق میذارن و دلیل مخالفت محمدعلی شاه با مشروطه رو به فساد مادرش ربط میدن و اون رو چنین تحقیر میکنن. امروز 31 تیر 1286 تهرانی‌ها در دشمنی با محمدعلی شاه اندازه نشناختند و آنچه میدانستند و میتوانستند گفتند. امروز نام مادر او ام خاقان رو سر زبانها انداختند. تهیه سخنانی که بنیادی جز پندار و گمان نداشت، اقدام دیگر مخالفان و تندروها علیه محمدعلی شاه بود. محمد رضا شیرازی، مدیر روزنامه مساوات که بیشترین حمله رو به تاج الملوک میکرد، توماری تهیه کرده بود و در آن همه شهادت داده بودند که او فاحشه و محمدعلی شاه زنازاد است. تاج الملوک اما سکوت کرد و در حرم سرای پسرش ماند تا روزی که تهران فتح شد و محمدعلی شاه از قدرت برکنار شد. در روزهایی که محمدعلی شاه و ملکه جهان در سفارت روسیه پناه گرفته بودند، در کنار نوه خردسالش احمد شاه ماند تا او به عنوان شاه مشروطه قسم بخوره. تاج الملوک پس از زندگانی پرفراز و نشیبش در آبان 1288 شمسی، در حالی که تصمیم داشت بعد از زیارت کربلا پیش فرزندش محمدعلی شاه بره، در اثر بیماری در قصر شیرین درگذشت. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید